سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ من نگین هستم، به کانال یوتیوب من خوش اومدید. من توی این ویدیو میخوام راجع به کتاب 100 سال تنهایی صحبت کنم. 100 سال تنهایی کتابیه که نظرات عموماً راجبش به دو دسته تقسیم میشه. یه سریا خیلی دوستش دارن و جزو کتابای مورد علاقه‌شون ازش نام میبرن. یه سریای دیگه هم کاملا برعکسش، اصلا ازش خوششون نیومده و هر کاری کردن 40 صفحه بیشترش رو نتونستن بخونن. پس من امروز اینجام تا با هم راجع به این کتاب صحبت کنیم و بررسی کنیم ببینیم که دلیل این تفاوت نظرها چیه. پس خوشحال میشم که تا آخر این ویدیو همراه من باشید. 100 سال تنهایی یک کتاب نیو کلاسیک با ژانر رئالیسم جادویی که توسط نویسنده کلمبیایی گابریل گارسیا مارکز تو سال 1967 نوشته شده و یکی از معروفترین کتابای کلمبیا و البته آمریکای جنوبی محسوب میشه و جایزه نوبل ادبی سال 1982 رو هم مال خودش کرده. داستان این کتاب توی یه شهری به اسم ماکوندو اتفاق میفته و زندگی چندین نسل از خانواده بوئندیا رو روایت میکنه. توی ابتدای کتاب ما با اعضای اولیه این خانواده آشنا میشیم که 4 نفرن. پدر خانواده خوزه آرکادیو بوئندیا، مادر خانواده اورسولا و 2 پسراشون خوزه آرکادیو و آورلیانو. خوزه آرکادیو بوئندیا و اورسولا قبلا توی یه شهر دیگه زندگی میکردن و اونجا با هم ازدواج کردن. ولی به خاطر نسبت خانوادگی که با هم داشتن توی شهر شایع شده بوده که اگه اینا بچه دارشن بچهشون با دم خوک به دنیا خواهد اومد و سر این قضیه یه سری دعوا و زد و خورد و بزن و کش اتفاق میفته و در نتیجه اورسولا و خوزه آرکادیو بوئندیا به همراه یه سری دوستا و پیروانشون مجبور میشن شهر رو ترک کنن و یه جای جدید و واسه زندگی انتخاب کنن و میرن و وسط یه بیابون دره‌ای یه شهر جدیدی رو تأسیس میکنن به اسم ماکوندو و دقیقا همون شهریه که همه ماجراهای این کتاب توش اتفاق میفته. هر سال یه گروه از کلیا، بازیگرا و فروشنده های دورگرد به ماکوندو میان و مردم شهر رو با اختراعات و کشفیات جدیدشون از سراسر دنیا آشنا میکنن و خوزه آرکادیو بوئندیا که یه مرد خیلی ماجراجویی بوده که دقیقاً به کشفیات و اختراعات جدید علاقه داشته، خیلی اومدن این کلیا به شهر رو دوست داشته و مخصوصاً به یه مردی به اسم ملکیادس بینشون خیلی علاقه داشته و بین ملکیادس و این خوزه آرکادیو بوئندیا یه دوستی و صمیمیت خاصی به وجود میاد و در کل 60-70 صفحه اول کتاب یه جوریه که ما مطمئن میشیم که شخصیت اصلی این کتاب خوزه آرکادیو بوئندیاه، ولی در واقع این کتاب یه شخصیت اصلی واحد نداره و همه اعضای خانواده تو نسل‌های مختلف به نوعی شخصیت اصلی محسوب میشن. من تعریف این کتاب رو از طرف یه سری از دوستام خیلی شنیده بودم و به پیشنهاد اونا بود که تصمیم گرفتم کتابو بخونم و خودم هم خیلی دوستش داشتم و میدیدم که کتاب خیلی معروفیه و نمرش تو سایت‌هایی مثل گودریدز و آمازون هم خیلی بالاست. در نتیجه خیلی تعجب کردم وقتی که فهمیدم یه سریا از این کتاب خیلی بدشون میاد و وقتی بیشتر تحقیق کردم و نظرات و کامنت‌های بیشتری راجبش خوندم متوجه شدم که اکثر کسایی که این کتاب رو دوست نداشتن اصلا نتونستن بیشتر از 40-50 صفحش رو بخونن، نه اینکه تا تهش خونده باشن و بگن که ازش خوششون نیومده. که حالا این کتاب 2 ویژگی اصلی داره از نظر من
که از یک طرف خیلی خاص و متفاوتش میکنن و از طرف دیگه باعث شده که دقیقاً یه سری نتونن با این کتاب ارتباط برقرار کنن. ویژگی اول اینه که این کتاب پر از اتفاق، ماجرا، داستان و جزئیاته. یعنی که توی 10 صفحه که شما میخونید کلی اتفاق جدید میفته. مثلا ممکنه 20 سال بگذره، 5 تا بچه جدید به دنیا بیان، 3 نفر از کاراکترهای قبلی بمیرن، از این 3 نفری که مردن 2 نفرشون دوباره زنده بشن و کلی اتفاق اینطوری. و همینطور موضوعات و ماجراهای این کتاب یه سری وقتا خیلی با هم متفاوتن. مثلا یه جاهایش خیلی واقع گرایانه و رئاله و داره یه جنگ داخلی و تو کشور روایت میکنه و یه جاهایش هم کاملا برعکس خیلی فانتزی و جادویی و غیر واقعی میشه و از اون طرف باز یه جاهای دیگهش عاشقانه و رمانتیکه. و مثلا خود من اون تیکه های مربوط به جنگ داخلیش رو اصلا دوست نداشتم و به اونجاها که میرسید کتابو میبستم تا 3 روز دیگه سمتش نمیرفتم و در کل که داشتم کامنت های منفی رو راجبش میخوندم خیلی به این قضیه اشاره کرده بودن که این تفاوت موضوع رو توش نتونستن خوب درک کنن یا باهاش ارتباط برقرار کنن. و همونطور که گفتم جزئیات داستانی خیلی زیاده، کاراکترها خیلی زیادن و در کل خوندنش تمرکز و حوصله میخواد. ویژگی دوم که همه کسایی که این کتاب رو خوندن، چه کسایی که دوستش داشتن و چه کسایی که اصلا دوستش نداشتن ازش ضربه خوردن، اینه که توی این کتاب 5-6 تا اسم بین 60-70 تا کاراکتر مشترکه. یعنی اینکه بیاین برگردیم به اون خلاصه داستانی که واسهتون تعریف کردم. اسم پدر خانواده چی بود؟ خوزه آرکادیو بوئندیا. حالا اسم پسر بزرگ خانواده چی بود؟ اون هم خوزه آرکادیو بوئندیا. و توی متن برای اینکه ما با هم قاطیشون نکنیم پدر رو با اسم خانوادگی و پسر رو با اسم کوچیک صدا میکنه و در کل بقیه کاراکترها هم همینطورن. ما چندین تا کاراکتر با اسم یکسان داریم که اول کتاب یکم تو ذوق میزنه و از خودتون پرسی که این چیه، خب چرا اینطوری نوشته، قطعی اسم بوده، ولی تو آخرای کتاب یه دلیل خیلی جالب واسش میاره که واسه همینه که میگم این ویژگی در عین اینکه میتونه تو ذوق بزنه کتاب رو خاص میکنه و جزو ویژگی‌های مثبت کتاب هم محسوب میشه. که خب البته کسایی که تا صفحه 40 بیشتر دوام نیاوردن مسلماً به اون تیکش هم نمیرسن. و در نهایت سلیقه دیگه، نمیشه گفت که کسایی که از این کتاب بعدشون اومده اشتباه میکنن و باید برن چشماشونو بشونن و جور دیگه ای ببینن. حالا شما بگین شما جزو کدوم از این دو دسته اید که نام بردم، یا نکنه جزو دسته سومید و جزو هیچ کدوم از این دو دسته نیستید. و اگه جزو کسایید که از این کتاب خوشتون نیومده، آیا دلیلتون یکی از این 2 تا دلیلی بود که من نام بردم یا نه دلیل دیگه ای داشتین؟ خوشحال میشم که اینا رو تو کامنت ها به من بگین. ترجمه ای که من از کتاب 100 سال تنهایی خوندم ترجمه بهمن فرزانه است از انتشارات امیرکبیر که تا اونجایی که من میدونم بهترین و روونترین ترجمه است و اصلاً هم سانسور نداره. حالا سوال پیش میاد که اصلا چیزی واسه سانسور کردن وجود داشت و جواب اینه که بله که وجود داشت تا دلتون بخواد و واسه همینه که باید مطمئن شید که این کتابو بدون سانسور میخونید. البته یه نکته‌ای که حتما در نظر داشته باشید اینه که من شنیدم که تو چاپ‌های جدید این کتاب و البته همین مترجم یه سری وقتا سانسور وجود داره و قبل از اینکه این کتابو بخرید حتما پرس‌وجو کنید و مطمئن شید که چاپ بدون سانسورش رو خریدین. خب بچه‌ها این ویدیو هم تموم شد. خوشحال میشم که سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بدین و این ویدیو رو واسه دوستاتونم بفرستید.
خدافظ.